من ماهیم. خدایا خب من طبق برنامه‌ای که برای خودم نوشتم باید پیاده روی روزانه‌مو حتما داشته باشم. نیم ساعت 20 دقیقه تا یه ساعت بهش عمل کردم تو این خلوتی پارک، ولی خب اومدم دیگه. هوا هم بسیار 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 سرده، فکر کنم 1 درجه باشه. الان ساعت 9 ساعت 10:30 هم کلاس دارم، کلاس آنلاین، کلاس راه هنرمند. همین خیلی داره خوش میگذره به خودم، با خودم، به خودم. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow. Rain, rain. تمام پیاده روی امروزم انجام شد. به خدا من ماهیم. الان سوار شدم، نمیدونم سویچمو کجا گذاشتم. خب این که کلیده.
عزیزم هات چاکلت داری؟ پس یه دونه مرسی. اون موقع ها انقدر آب بالا بود که این کشتیه، نمیدونم کشتیه چیه، کلا زیر آب بود دیگه. تا اینجاها زیر آب بوده، تا اونجایی که پایه هاشه معلوم نبود. الان میبینید چقدر آب کم شده، تازه خوش شده بود کلا، الان دوباره زیاد شده. سلام جوجو، اینا چقدر خوشگلن، نمیدونم چیه. چقدرم زیاد داره، او همه جا هست. جلویه اینا درختای بیدن نه که الان لخت شدن. درخت بید لختش هم قشنگه، البته اگه درخت بید باشه. و این چقدر خوشگله، باورم نمیشه انقدر خوش رنگ، اصلا توی فیلم رنگش معلوم نیست. وای زیبایی میبینم فقط. بیا اینجا، بیا پیش من. سلام، خدایا چقدر کوچولوام.
اومدم خونه بیرون یه کاری داشتم انجام دادم، بعدش اومدم خونه موهام دیگه خیلی رو اعصابم رفته، دلم میخواد تا اینجا کوتاهش کنم بعد دوباره یه بلوند خوشگل بکنم. خاطر اینکه پایینش میبینی خیلی دیگه بر اثر اتو و سشوار و اینا که خیلی خشک شده، شاخه شاخه شده واقعا که باید کوتاه بشه. مرسی که تو این ولاگ همراه هم بودین. سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. تو ولاگ بعدی میبینمتون. خدافظ.